دوست من، فرقی نمیکنه که امروز چه روزیه یا فردا چه روزیه. مهم اینه که بدونی یکی دوستت داره. پس تو هم دوست داشته باش. اصلاً چرا یکی؟ این عشق برای همه است. برای همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر و تمام اونایی که میشناسیشون. روزت مبارک. این کیک رو تقدیم میکنم به همه شما دوستان. پس با هم بریم و کیک رو آماده کنیم. برای تهیه این کیک ابتدا مواد خشک رو از الک رد میکنم. 2 پیمانه آرد، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و بعد اونا رو الکشون میکنم. یک دوم پیمانه پودر نارگیل بهش اضافه میکنم. در صورت تمایل میتونین پودر بادام یا پودر فندق هم اضافه کنین به جای پودر نارگیل. یه مقداری مواد خشک رو با هم مخلوط میکنم و کنار میذارم. 4 عدد تخم مرغ رو توی ظرفی میشکنم. یک پیمانه شکر بهش اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری وانیل و بعد با همزن میزنم تا خوب مخلوط بشن، پف بکنه و رنگ اون روشن بشه. و به این شکل در بیاد. بعد چند قطره رنگ مجاز خوراکی قرمز بهش اضافه میکنم. در نظر داشته باشین که تو فر هم یه مقداری رنگش تیره تر میشه. حالا 1/4 پیمانه روغن مایع، 1/2 پیمانه شیر و بعد اونا رو با هم مخلوط میکنم. فقط در حدی که شیر و روغن با مایع کیک مخلوط بشه. همینقدر کافیه. بعد آردو که قبلا با پودر نارگیل و بیکینگ پودر مخلوط کردم در 3-4 مرحله به مایع کیک اضافه میکنم. میتونین به جای همزن برقی از همزن دستی استفاده کنین برای مخلوط کردن آرد. بعد آردی که دور ظرف مونده با لیسک جمع میکنم. در ضمن فر رو از قبل من روشن کردم. قالب رو هم آماده کردم. قالب من 28 سانتی متر قطر داره. مایع رو توی قالبی که قبلا کاغذ روغنی توی اون انداختم و چربش کردم میریزم. میتونین اگر قالب شکل قلب دارین توی
اون قالب بریزین، یا اینکه اگر قالبتون شکل مربع تو همین سایز هست هیچ ایرادی نداره بریزین. فر رو که از قبل گفتم روشن کردم. بعد کیکمون رو برای مدت نیم ساعت داخل فر میذارم، آماده میشه و میپزه. ضربه میزنم تا حبابهای اون خارج بشه. کیکمون آماده شده. 2 ساعت قبل از فر خارج کردم، خنک شده. از قالب درش میارم، کاغذ پشت اونو بر میدارم. بعد همینطور که میبینین اونو برش داده و به 2 قسمت تقسیمش میکنم. ارتفاع کیک جوریه که میتونین اونو حتی 3 قسمت بکنین. حالا میخوام شکل قلب در بیارم. چون من قالب شکل قلب نداشتم، از کاغذ روغنی استفاده میکنم. دلا میکنم، یه طرف قلبو در میارم، قیچی میکنم و طرف دیگه اون هم با قیچی کردن در میاد. اندازه میزنم. خب یه طرح قلب روی اون میکشم. اگر ظرفی دارین که شکل قلب باشه میتونین بذارین روش و دورشو خط بکشین. اما من طرحشو میکشم روی کاغذ به این شکل. و بعد دور خط رو قیچی میکنم. و اینم شکل قلبمون. حالا باید ببینم اندازه هست یا نه. مثل اینکه یه مقداری بزرگتر در آوردم این قسمتشو. دوباره دولا میکنم کاغذو و قسمت اضافی رو در میارم. فکر کنم حالا اندازه شده. بله. حالا برای اینکه بتونم راحت اونا رو دورشو دریارم، دور قلبو، از سوزن تهگرد استفاده میکنم. البته سوزنای تهگرد رو تمیز کردم کاملا. برای اینکه طرحمون فیکس بشه از سوزن استفاده میکنم. بشمرید چند تا سوزن به کیک زدین که کم نیارین و سوزن توی کیک باقی نمونه. دور طرح رو کامل در میارم. کاردو باید راست بگیرین، نه متمایل به چپ نه متمایل به راست. مستقیم برش بزنین. دور تا دور طرح رو کاملا برش بزنین. و بعد قسمت‌های اضافی رو در میارم. سوزن‌ها رو در میارم و با تکه دیگه کیک هم همین برنامه رو اجرا میکنیم. ابتدا طرح رو با سوزن فیکس میکنم، بعد دور اونو با کارد در میارم.
همینجور که میبینین من یه قلب کوچیک توی این قلب طراحی کردم و دورشو در آوردم. حالا وسط قلبمون یه قلب کوچیک داریم که دور اونم باز در میارم. قلب‌های کوچیک رو میتونین جدا تزیین کنین و یک کیک جدای سابله درست کنین. حالا با خامه زده شده، من از خامه پودری استفاده کردم. از هر نوع خامه‌ای میتونین استفاده کنین یا کرمی. من قبلا چند نوع خامه رو روی کانال گذاشتم و لینک اونو براتون اینجا میذارم. همینطور لینک لیست کلیه کرم کره‌ای‌ها و خامه ها رو آخر همین ویدیو براتون میذارم. برای این قیف لازم نیست ماسوره داشته باشین. میتونین سر قیف رو قیچی بزنین و بدون ماسوره این کار رو انجام بدین. خب یه لایه از کیکمون رو از خامه پوشوندم. لایه دوم روی اون میذارم. مواظب باشین که درست روی هم قرار بگیره. و بعد دوباره به همون ترتیب به وسیله قیف و خامه روی این قسمت هم شکوفه میزنم. کیک سابله یکی از کیک هاییه که خیلی راحت تزیین میشه و بی نهایت زیباست. راحت ترین تزیین کیکو داره چون اصلا لازم نیست روی کیکو با خامه صاف کنین. با خامه‌ای که رنگ اونو صورتی کردم از همین خامه استفاده کردم. گل رز درست میکنم. من قبلا گل رز رو آموزش دادم. لینکشو براتون همین بالا میذارم که ببینین. و با کرم کره‌ای همینطور با خمیر لوبیا سفید گل رز رو آموزش دادم. حالا با خامه گل رز درست میکنم و اونا رو روی کیکمون میذارم. کیک سابله رو قبلا داشتم حدود 3 یا 4 سال پیش و روی اونو با گلهای مصنوعی تزیین کردم. همینطور با میوه. اما این فقط با خامه و کرم کره‌ای روی اونو تزیین میکنم.
گلها رو یکی یکی آماده میکنم و روی کیکمون میذارم. حالا از یک کرم کره‌ای که یه مقداری پررنگتر رنگ اون هست دوباره باز روزهای کوچیک درست میکنم. روزهای کم رنگمون با خامه است و روزهای پررنگ با کرم کره‌ای. و برای همه اونها از ماسوره 120 استفاده کردم. و این گل ها رو هم بعد از آماده شدن روی کیک میذارم. حالا با ماسوره 352 برگ ها رو میزنم. برای زدن گل ها و برگ ها میتونین از ماسوره هایی که دارین و میتونین با اونها گل و برگ بسازین استفاده کنین. بین گل ها که یه مقداری خالیه قنچه میزنم با همون ماسوره و کنار اونها کاسبرگ و برگ میزنم و به این شکل کیکمون آماده میشه. یک کیک زیبا، راحت و دلربا. دیدین که کیک سابله خیلی راحت تهیه میشه و خیلی هم شیک و زیباست. عزیزان اگر از این کیک و تزیین اون خوشتون اومد لطفاً لایک، کامنت، اشتراک گذاری و سابسکرایب فراموش نشه. از همه شما عزیزان متشکرم. خدا نگهدارتون.